شعر را میکند رو به مجاز احتیاج و احتیاج و احتیاج. چرا مردم تاجیکستان امروز همه احتیاجمندند؟ چرا مردم تاجیکستان امروز کمبغلند؟ چرا مردم تاجیکستان امروز گرفتار هستند؟ آیا این یک امر تصادف است یا سیاست امام علی رحمانو؟ اینجا برلین و من دادا جان تاولایی. من نمیگویم که در تاجیکستان کمونیسم است، سوسیالیسم است، باندیتیزم است، اسلامیسم است یا چیست. اما بها به مدیریت، بها به حکومت، بها به دولت و دولتداری یکی است. زندگی مردم، زندگی یک خانواده چطور است؟ آیا زندگی یک خانواده آرام و آسوده است؟ بدبختانه از روی این نشانداد اگر گیریم، هر یک خاندان تاجیکستان خاندان غم است، خاندان احتیاج است، خاندان کمبغلی است. بسیاری مردم برای سفر به روسیه، سفر به مهاجرت قرض میگیرند و نمیتونن این قرضهای خودشان را برگردانند. بسیاری آدمان نفقه‌ای که میگیرند، سالمندان نفقه‌ای که میگیرند، اصلا به این نفقه زندگی کردن نمیشود. تنها در کشورهای قفامانده ترین دنیا، در کشورهای افریقا شاید مقدار نفقه همان قدری باشد که در تاجیکستان است. نفقه مابین در تاجیکستان شاید 40 یا 50 دلار باشد. بله بعضی آدمایی هستند که نفقه کلام میگیرند، اما این به یک قسم کوچکی مردم دخل دارد و خلاص. اگر ما گیریم سبد استعمالی را، مثلا برای زندگی یک نفر حتما باید که در یک ماه گوشت خرد، آرد خرد، روغن خرد، میوه خرد. بغیر این برای گیگین مثلا صابون خرد، شامپو خرد، سر و لباس خرد، پای افزار خرد و خراجات های زیاد دیگر. اگر همه این را حساب کنیم، بسیاری مردم تاجیکستان در پسترین رده زندگی قرار دارند. خیرت که همین مهاجرها هستند و زندگی در تاجیکستان باز یک بار میگم به شرافت اینا میچرخد. وگرنه با ماهانه که در تاجیکستان هست، مثلا 1000 سومون یا که 2000 سومون، به این هیچ زندگی کردن نمیشود. و حتی دیپوتات ها، وکیلای پارلمان، وزیرای تاجیکستان ماهانه بسیار کوچک میگیرند، 400 یا 500 دلار آمریکایی. این برای یک انسان نمیارزد و این هم سیاست رحمانوف است. رحمانوف میخواهد که تمام کارمندهای دولتی، پروکورور، سودیه، قاضی، عضو پارلمان، وزیر، همه به یگان کاری خطا دست دهند، پاره گیرند، رشوه گیرند و زبانشان بسته شود. شما ببینید مثلا برای اگر شما کاستوم یک وزیر را گیرید از 1000 دلار زیاد است. ماشینای گرانبها دارند. بسیاری وزیرای، سفیرای، کارمندهای حکومتی دوتگی سه‌تگی زن دارند. با چند نفری معشوقه دارند. در یک رستوران مثلا خانواده رحمانوف، داماده رحمانوف اگر برای خوراکشان به یک رستوران روند، شاید اونها 1000 دلار، 1500 دلار، 2000 دلار صرف کنند. یا که نبیره هاشون که امروز در کلوب ها میگردن، شبهای دراز، اینا اصلا تصور کردن نمیتوانند که چطور در یک ماه با 100 دلار، 150 دلار یا 400 دلار زندگی کردن ممکن باشد. لباسایی که اونا میخرند از گرانترین شرکت ها هست. لباس تنی تمام اولاد رحمانوف، وزیرای رحمانوف، سفیرای رحمانوف، دیپوتات های رحمانوف بیشترشون از بریانی، از چیروتی و از دیگر فیلم های مشهور است که مثلا در آنجا یک کاستوم میتواند که 15-20 هزار دلار باشد، یک کرته 1000 دلار باشد و یک پای افزال 1500 دلار باشد. اکنون زندگی یک خانواده تاجیک که مثلا از 5 یا 6 نفر وابسته است، از کجا در آمد؟ بیشتری بانوان در شهرستان ها، در قشلاق ها، در روستاها کار نمیکنند و تنها یک نفر در همون عائله کار میکنند که اگر کار پیدا کندم
ماهانه وی پول یک خلطه آردم نمی شود یا که پول دو خلطه آرد می شود. و مردم تاجیک هم غذای اکثر مردم تاجیک هم همین است: سحر چای، عبید چای و اوژن چای، دیگر هیچی. و سبب آن که امروز طفلکان تاجیک بسیار میده هستند، بسیار ناسالم هستند، حتی بیمار به دنیا می آید، همین است که مادران تاجیک نمیتونند که غذای با صفت و غذای خوشمزه خورند. عائله هایی هستند که گوشت را تنها در خدایی ها میبینند. در آخر عصر 21 این یک دهشت است. شما دسترخوان بیشتری مردم تاجیک اگر ببینید، یک نان ماندگی، دو پیچینی قاق، سه کرمیل مهلتش 3 سال پیش گذشته. و چرا رحمانوف چنین میکند؟ این تاکتیک رحمانوف است. تخمینا آخری سال 98 بود یا 99 با یکی از شخصانی که با رحمانوف بسیار نزدیک بود، یک جای غذا میخوردن، یک جای مینشستن، مشورت میکردن، به من یک داستان عجیب نقل کرد. این داستان چنین است: رحمانوف میگوید که ملت باید مثل مرغ باشد و گرد زانه شاه گردد. اگر مرغ سیر شود توف نمی کند و قدقود می کند، یعنی صدا بلند می کند. برای همین باید که مرغ گوشته نگه داشت و پر شکسته که از زانه از گردی تو دور نشود. تو باید که در مابین نشسته باشی و به همین مرغا دانه پرتایی، اونا گردی تو دانه چینند و با به تو تعظیم کنند. عیناً همین حالت امروز ما در تاجیکستان میبینیم. شما ببینید نبیره رحمانوف، داماد رحمانوف یا یگان خویشاوند رحمانوف از کیسه مردم میدوزد، از کیسه راستی مردم، بعد از کیسه چپش میگیرد یک نفر به حج میفرستاند یا که به دو ورزشکار، سپورتسمن یا فوتبال باز کمک میکند. دیگه همه روزنامه ها می نویسند که اسماعیل جان یا که بلاجان یا بتر جان به مردم یاردم کرد و این مردم هم با مینداری هم میکنند. و از همینجا پیدا می شود پسیکولوژی طلبندگی. بدبختانه امروز طلبندگی برای مردم تاجیکستان دیگه شرم حساب نمی شود. یگان وقت در زمان شوروی یا که بهتر از آن من ندیده بودم که در کوچه ها گداهای تاجیک پیدا شدن. امروز مردم از گدایی کردن نمی شرمند. نویسنده برای کتابش پول طلب می کند، حافظ برای اون که یک سرود خوند پول طلب میکند، دکتر وقتی که تو برای طبابت میری وای پول طلب میکند، معلم وقتی که کودک تو مکتب میبری وای پول طلب میکند. همه را این حکومت و مخصوصا خود همین امام رحمانوف احتیاجمند کرده است. و درباره رحمانوف لقب‌های بسیار هست. یکی از همه زیباترین لقب برای رحمانوف چیل دروغ است. این کدوشا همیشه دروغ میگوید. اعلان میکند هر سال که ما ماهانه را 10% زیاد کردیم، 15% زیاد کردیم، 20% زیاد کردیم. شما تصور کنید که این مثل آن است که تو در کیسه یک قطعه گویگیر داری، با 2 دانه دیگه گویگیر میتر میگوید آه ما زندگی آدم چراغان کردیم، زندگی آدم آباد کردیم. آدم یک بار به زندگی میباید. یک انسان باید که در عصر 21 درباره نان فکر کردنش، درباره دارو فکر کردنش، درباره هر روز رفته از در همسایه کوفته قرض خوردنش، این بسیار شرمندگی است. شرمندگی این مردم نه، شرمندگی این راهبران است که مردم را به همین حال آوردن. و مردم هم گناهگار هستند که سر بالا نمی کنند، اعتراض نمی کنند، حق خودشان طلب نمی کنند. یک بدبختی دیگر در تاجیکستان، مردم دیگر عادت کردند که به حکومت نیاز ندارند. زندگی مردم به همین حکومت هم میچرخد. به خاطر چی؟ به خاطر یک فرزندانشون در روسیه و در کشورهای دیگر، قزاقستان و کشورهای دیگر کار میکنند، پول میفرستند و به همین پول زندگی میچرخند. اما پولی که مهاجران میفرستند، باور کنید این خون همون مهاجر است، این آب چشم همون مهاجر است و عاقبت برای همین زندگی پر عذاب، پر اذیت، زندگی پر استرس، همین جوانا گرفتار بیماری های میشوند که پولی که همینا کار میکنند بعد برای توبتشان نمیرسد. و خود اون که
یک مردی جوان، یک جوان مرد 6 ماه 7 ماه 8 ماه زایدش دور است، فرزنداشو نمیشناسد. بعضی بچه ها نقل میکنند که مهاجر برمیگردد، کودکش گیره میکند که این کی است، این تقا کی است و این عمک کی است. و مسئله دیگر، فحش و فاحشگی در تاجیکستان یگان وقت به این درجه نبود. امروز از همه زنی دسترس بانوی تاجیک حساب می شود. مرگ بر ما که کشوری ما به کشوری سکس توریسم بدل گشته است. مرگ بر ما که بهترین بانوان تاجیک به خاطر یک بریده نان، به خاطر یک ویزا، به خاطر یک گرانت گرفتن با هر خروسک همخوابه می شوند. میگویند که کمبغلی عیب نیست، کمبغلی عیب است، احتیاجمندی عیب است، طلبندگی عیب است. ما باید امروز برای شرافت خود، برای عزت خود، برای ناموس خود تا همین سیستم رو تغییر ندهیم به یگان جا نمیرسیم. تا دمی که رحمانوف هست این سیستم تغییر نمییابد. برای همین اگر میخواهید که زندگیتان دیگر شود، اگر میخواهید که زندگیتان تغییر یابد، اگر میخواهید که زندگیتان یک زندگی آرام و آسوده گردد، باید همه کار را کنید که از این رژیم خلاص شوید. راه دیگر نیست. تمام راه‌های دیگر بی‌راهند. آدم یک بار به دنیا می‌آید و باید یک زندگی با شرفانه و با عزتانه داشته باشد. زندگی که اقلاً برای من نمیگم که یک زندگی شاهانه، اقلاً زندگی که پولت برای طبابت، پولت برای مکتب، پولت برای کتاب، پولت برای سیر و سیاحت اقلاً در یک سال یک بار رسد و در پیش هیچ کس سرخم نباشید. اما باز میگردیم به همون فلسفه رحمانوف. تا دمی که امام علی رحمانوف هست شما از قرض خلاص نخواهید شد. تا دمی که امام علی رحمانوف هست شما احتیاجمند خواهید بود. تا دمی که امام علی رحمانوف هست دانه هایی که برای شما میپرتاید میچینید. امام علی رحمانوف همیشه میخواهد که شما مثل مرغ باشید. یگان حقوق ندارید، حق پرواز ندارید، حق دانه‌چینی ندارید، فقط در گرد همین قفسی که رحمانوف برای شما ساخته است و دانه میپرتاید دانه‌چینی کنید. یا مرغ میشویم یا شاهین، یا مرغ میمانیم یا عقاب. انتخاب از شماست. خدا به همراه و تا دیدار در دوشنبه.